باز این وزده خانم اومد. آرشا بیا مامان، عمت اومده با شوهرعمت، بگو خونه نیستی. یه مای من به جنده رو باز کن. مامانم میگه بگو ما خونه نیستی. ببخشید آرشا رو که میشناسید دیگه، یکم بازی گوشه داره شوخی میکنه. بفرمایین داخل. داداشم کجاست؟ محمد قربونش برم، فردا میخوایم بریم شمال، میدونه من سیستم دوست دارم. رفته رو ماشینمون سیستم ببنده 50 میلیون، اونم نقد. دروغ میگه، رفته از دکتر اسپورت از غم قسط بخره. تازه چکاشم از بعد عید میده. حالا چی شد که اول عیدی اومدی خونه ما؟ از بس که این ساناز عاشق شما نیست، روز اول عید خونه مامان باباش نرفته، میگه اول من باید برم زنداداشم روژانو ببینم. دروغ میگه، مامانم بابام مجبور کرد بیان خونه شما تا تو خونه‌تون دعا قایم کنیم. خاک تو سرت، میگم نکن، آبرومونو بردی، چی کارشون ده؟ دکتر اسپورت کجاست؟ عید اومده بهار